салом алейкум дӯстони азиз, салом ба тамоми касое ки моро тамошо мекунанд ва дастгирӣ мекунанд. Уже бисёре шумо фаҳмидед айноми видео ва ай сурате ки дар гаван шунидед. Ман мехоҳам як қиссаро дар шумо нақл кунам ва ин қиссаро намехоҳам ки просто так дар шумо нақл кунам. این چیز وقتی که من مکتب میخوندم یا استاد بود، استاد حیاتوف معلم بود، بسیار قصه‌های گرانی نقل میکرد. حالا من یادم نمیاد، زنده باشه استاد. اگر تماشا کنیم اون هزار رحمت برای تربیت دودگی، برای درس‌های دودگی بسیار چیزا یاد میبریم. بسیار قصه تاثیربخشه. برای چی میرم نقل میکنم؟ برای که حاضی مرا بسیار در کامنت‌ها مینویسن این کاری تو خطاست، مثلا این چیزی تو خطاست. این قصه رو تا آخرش اگر گوش کنید دردی مرا میفهمید. داشت ما یک زنک یک کودک داره، یک زنک یک کودک داره، گدایی میکنن، فقط گدایی میکنن. مثلا خانه به خانه میگردن، در به در، مثلا نان میطلبن، پول میطلبن، خیلی میگذرونن روزشون. تو گنده زندگی قین مشکل خیلی گدایی را بسیاری است. مثلا همه میدونه که مثلا گدایی قین محتاج نون یک کس است. اگر تیات میتونه تیز نچیدم روز گوش نیتون. اما خیلی زندگیشون میگذرد. اویستا رفتن میگیره، حیات هم خیلی رفتن میگیره، بچه کلان شدن میگیره، کودک کلان شدن میگیره، کلان میشه. بعد بچه کلان میشه فکر میکنه میگه من کار کنم، میگه اونجا دارم. چند جا میره کار نمیگیرن شه بچه که مثلا با هم گدایی یا روز یگون چی نمیوان خونه دا گنده گوش نمیشون. مثلا نیست قریب یک هفته شده یگون چی خوردگی نیستن، ای گوش نگیره چی کار کردنشون نمیدونن. و چی میکنن؟ آیا جا یک از مثلا فریاد میکنه شونه، فریاد میکنه میگم بچه که میگه کار کردن میخواهی؟ ها میگه میری در کیم کدام زمینای همونجا یک اسب مردگی همون رو آوجه گشته دور کردن کار. مایلی میگه اوس میره طرفی اوچهش نگاه میکنه، میگه اوچه اب خودی ما هم تیار ده اسب مثلا اوجه مردگی را میرن همونجا هم کارش میشوه هم اسب گشته میاره خونشون. اما اسب مردگی را چند قواق شده گذشته بوی بیزیر میکنه. لیکن وقتی که حیات مجبور کرد آدم، حیات که مجبور میشی و چی را میخوری. شما بسیار چی را نمیدونید، دردای مرا شما نمیدونید. من خیلی خرسند میگردم چی را میکنید، شما اون چیزایی که درون نیمده نمیدونید. مثلا هر کس هر خیل میشه، فهمیده؟ بعضی آدم مثلا مسکه روش دیگه خیلی درونش الله و یا خیلی آدم خودش ویش نزدیک نشان میده، لیکن وای دیگه خیلی آدم هر خیلی آدم هر خیلی برای وای مثلا نیسودی تیپ وینش نمیگن کو، مثلا روسا میگن مثلا آدم های روسی دیده و خیلی چیکارن در کار نیست. هر کس هر خیلی میشه. بعد درش خیسان همون روز میخورن همون چیزا. مثلا خیلی بعد همونجا کار میکنن، بعد آیسته مثلا همون جای پختچینی بوده، زمینی پختچینی بوده، همونجا دو کار میدرویا. اول نو او موناگ میشه گودک، همین او موناگ میشه، او میمونه پخت بوده. مثلا بعد درش رفتن میگیره کار میگیرنش، بسیار کارهای زور میگیرنش. اویستا پختچینی میگذره، اویستا بعد نو بارکشی میگذره، اویستا بریگادیر میشه بچه. دامی قصه رو گوش کنید، گدو بزن. بریگادیر میشه بچه. هم بچه بریگادیر میشه اوجای خیلی نون دهانشون میوان، پرابلم نیست دیگه، همه چی 100% خونشون میه و چاش نیست. میگه ایسو میره و چاش نیست، اوسو میره دردوی عملیس نیست، میشه نجات کرده که و چاش میوه خالتا در دستش بای گدایی اومده است. میگه اوچه بحث اکو گدایی همه چیمون هسته، مثلا نون داریم، خود داریم، همه چی داریم، شکرونه که در خونه میشی بحث همیچی. اوچهش مایل میگه با بچهش فقط کار میره، با اوچه هم خیلی گدایی. بچهش رو اویستا کاری که او برگدیری کارشگری نمیکنه، خداوند میتیشه مثلا رئیس میشوه. او رئیس کروچه کلون همون رئیس همون چی میشه؟ رئیس ولایت میشه. کروچه همون کنکریت کلون میشه، خونه‌ای کلون خونه‌ای عجایب میگیره، همه چی را عجایب میکنه. همون خشلاق ای همه بهترین بوی، همه بوی مثلا سونداری کلون همون خشلاق میشه. همون گدو بچه سونداری همون خشلاق میشه. یکی بگه ای کار میوه و چش خالته کتی ای گدوی میوه.
میگه ای بچه بس کن عیب میشه بین مردم در اما در حالی ما میخنده که ما همه قچی داریم یکی مثال مادری من رفته گدایی میکنن بعد میگه بچم همه چی داریم و همه چی 100% یکون پرابلم نداریم مثال یکون چی کم بود نداریم همه چی ما 100% نه که ما این کار رو آموختش دم نمیتونم این چی را پرداخته میگن مثال وقتی که تو را تولد کردگی ما همون چند پیش تولدی تو همه گدایی میکردیم میگن درشی گدایی کردیم تو کلانش دانه گدایی کردیم ما همیشه رو آموختش دم پرداخته نمیتونیم کس بی ما گدایی بودای نچ پرداخته نمیتونیم بچه زن میگیره مثال زن میگیره چند وقت میگذره آیکور میگه مثال ماشینای کانکریت ماشینای زور میگیرن خونه‌های عجایب دارن مثال هر بگه با چش ایگه دویمه بعد زنش مثال چیکار میگیره خیلی کنیم مثال مادر گپ نمیگیره مسحر مثال گریخته میبره بر وقتی بعد بگه مثال خالتا کتی میگه عیب میشه بین مردم دیسو فکر میکنه زنشو میگن که محکم میکنیم شده در خونه مادر محکم میکنن خونه در مادر محکم میکنن مثال زنشو محکم میکنن کار میره مادر کار میره بگه کار میگه زنش میگه مثال مادری ما مثال زنش میگه اوچه جان نبرم در خونه زنش میگه نه تو بگه خونه نبرم نه خود نه گون چی بعد آهسته آهسته در این تریزه میره و نگاه میکنن مادر نونه که سحری دادگیان شه همون نونه در 4 اگل خونه تقسیم کرده یه جوده تقسیم کرده میره فریاد میکنه پیشتر میره نانو میگیره اوستر میره فریاد میکنه پیشتر میره نانو میگیره مثال در خونه محکم هم کردن همون کسبی که بود همون چیزی که بود همون چی وجه دادی شیشتگی که مثال آموخته شدگی که میگه مثال طرف بچهش فقط میگه من نمیتونم میره پرداخته این چیزی که ما مثال چند سال شد ما این کارو میکنیم طرف بچهش میگه ما یکون چی شکایت ندارم ما شکرانه میکنم همه چی داریم 100% همه چی همون هست نونی خوردن مثال نداشتیم تا چنان یک هفته گوش نبودیم اوزی ببین همه چی بر زیاد است یکون چی کم بودی نداریم یکم چیزی که در دل هست نمیشه و یکده دور کردن نمیشه چیزی که در دل هست او چی را دور کردن نمیشه همه کارم کن نمیشه و دور کردن چیزی را که آرزو میکنی میخوای که به همه آرزوی خودت برسی نه اینکه چیزی که مردم میگه تا همون کار کردن در کاره مثال مادر هم خیلی چی میشه مثال بچه میبینه میگه значит در حقیقت مثال دیگه ایلاج نیست یکون کار کردن نمیتونن و تقدیر تن میتین آخه مادر خیلی بعد مثال بعد یک چند وقت مثال خیلی مادر میگذره بعد امی قصه همی یک عمر میمونه در امی قشلوق مثال که همه خیلی آدم بود کسی هستی همه آدم میمونی بعد 30,000 سال هم اگر تو دیگه کارم کن سیرانو همه آدم گفته میشناسن تا یکون آدمی دیگه نمیشه هم یکون کس دیگه کده نمیتونه این دنیا رو گاب میزنه یک کس ها میگه دیگه کارتا میکنه ما میرم یک کس گاب میزنم توی کرونا که خطای میگم و گاب نیست میگه که همون کار رو بو میکنه برای که او چیز باید معقوله چخیلی که مثال گذشتگانی ما گفتگیان مثال وقتی که یک کس حقارت کرد تو که اتلیت بیتی داو حقارت یکون فرقیت کتیتو نمیمونه مثال من که در تو اتلیت من رنگی تو آدم میشم من یکون فرقیت ایتو نمیمونه برای اول در کور نیست سخنهای بد نیستن چی در کارم چی در کار نیست چیست نه تو من حقارت نمیکنی تو گویا خود حقارت میکنی برای که ما تو اتلیت نمیتیم اگر ما که اتلیت ندادیم значит باید در خودت میره او چیز برای اول در کار نیست همون چی من برای فایده خودم هم میزنم چیه اتاق چی کاری میکنی کدام میگه دو اسمش کارش ماه ما باید باریگه گام میزنم یکون کس علیش کردن نمیشه با این سخنای ما مثال من میدونم که سخنای ما وقت کسی که مثال اگر تو حقارت میکنی باشی سخن ما یکون کار نمیکنه تو دم 100% گارانتی میتیم میچره لیکن فراموش نکنی حقارتای خودت در خودت میره ایلو بو چه حقارت کو در خودت میره باید
ما اهمیت نمی‌دیم. من بسیاری کامنت‌ها رو نمی‌خونم، کامنت‌ها رو واقعا من بسیارش نمی‌خونم. در یک قصه است در دوره‌های پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلام. ما این قصه برای چی گفتم؟ برای حقارت گپ میزنم. موزی پیغمبر یک از حقارت قدم میگیرد. ای مسجد میبرم در ویدیو میبرم در تو خونش ای پشت حقارت کده رفتن میگیرد و یگو مطلب نمیداد. فقط سرش خم رفتن میگیرد پیامبر خب رفتن میگیرد فقط تا در خونش حقارت میکرد. خیلی حقارت کده میرفت حقارت میکرد ای خواب میرفت لحن دروازه‌اش میرسید دروازه رو میکشد طرف این بچه نگاه میکرد میگفت تو میخوره طرفش نگاه میکرد آدم خواب میشد میسوده این خواب میسوده بعد پیغمبر میپرسید تمام کرده حقارتات میگفت و هم خواب میسوده اگر تمام کرده باشه اجازه باشه ما خانه بدرم میگفت فکر کن سو وقتی که ویم که اگر اصل ته حقارت فرقیتی آدم نمیمونه در یگون چی تو نبارو کی بودن تا نشان میتی در اوجه حقارت میکنی کی بودن تا نشان میتی تو فکر نکن او کلمه های تو مثال مرا علیش میکنه آدم به حقارت آدم علیش کرده نمیتونه یگون سخن خوب تا بنویس ممکن یگون کسا کار میکنه چه خیلی که گفتگی هم بزرگان خوبیت نمیرسه اخلا بدید نرسه اوی هم خیلی برای وای زنده باشه درمون خدا باشه مثلا هر کس کسب خودشه هر کس کسبای خودشه و هر کس در دنیا خودش کار خودش جواب میده چه خیلی که گفتگی من محتاج به نصیحت بعضی آدمون نیستم من نصیحتگر دارم خودم 24 ساعت نصیحت میکنم من 100% میدونم این کاری من چیه کجا میرم من همش 100% میدونم نو هر کس ای خودش عدل نمیگن کو هر کس عدل نه خودش جواب میده تو که مرا حقارت کردم میفهمونی کاری مرا تو چی خودت کی نشون میدی به خودت تو اکو یگان عالمی یگان فرقی در من نداری وقتی تو حقارت میکنی برای من دوستان از درمان خدا باشه در حقارت های بیهوده نکنید من بیهوده نمیخونم برای که ابرادن دختون میره و چیز رو چی نکنید و چی در کار نیست ویدیوی نوشدت کنید حرکت نکنید چیزای خوب برای اگر هم قصه شما در یگان چی اردام کرده باشه در کامنتر نویسید قصه های بهترین هم استاد میدونم نقل میکنم زنده باشه درمان خدا باشه خیر